السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تماشاگران عزیز و گرامی، قبل از همه همچنین که ما و شما در عرفه عید قربان قرار داریم، همه شما و در سیمای شما پیوندان و نزدیکان همگی را از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند عزوجل عزت و برکت و سعادت ابدی را با دعا تمنا میکنم. و برنامه ما در موضوع عید قربان و قربانی، کیها باید قربانی کنند و یعنی سوال های گوناگونی در این موضوع وارد شد به مرکز اسلامی. انشالله با امید پروردگار و تکیه و توکل به پروردگار به این سوال ها و به سوال های شما انشالله جواب خواهیم گفت. عید قربان یکی از روزهای مبارکترین در دین مبین اسلام هست و یکی از روزهای خیلی بابرکت مبارک هست. فرد عرفه هست و چطوری که شما میدونید تمامی حاجیان که از تمامی گوشه و کنار جهان جمع شدگی هستند، همه در یک نقطه یعنی در عرفات قرار میگیرند و اونجا یعنی مکان عبادت و مکان دعا و نیایش و مناجات هست که فردا انشالله همگی در اونجا می باشند و باید همه ما و شما که بیرون از اون موضع هستیم با دعای اونها، با نیایش های اونها، با مناجات های اونها باید شریک باشیم و این روز عرفه رو هم روزی مبارک و روزی مقدس بدانیم، روزی پاکشوی از گناه بدانیم. چرا که باز هم پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگویند که روزی عرفه روزی هست که یک ساله گناهی گذشته و یک ساله گناهی آینده رو پروردگار میبخشد. یعنی کسی که توان دارد فردا پنجشنبه روز عرفه رو روزه بدارد، اجر و پاداش بی‌نهایت بزرگ دارد و این روز عرفه رو بس روزی یعنی روزی پربرکت و غنیمت بداند و همیشه هر لحظهش دعا و استغفار و توبه و ندامت و درود و صلوات و نیکی و نکوکاری ها انجام بدهد که چندین برابر نزد پروردگار قبول است. حالا یک نقطه من بگویم، بینندگان عزیز گرامی، در طول سال ما یک شب داریم که شب قدر است. بزرگترین شب این شب قدر است و بزرگترین روزی سال این روز عرفه است. حالا ببینید در اون با نص قرآن که ملائکه ها با جبریل علیه السلام فرود می آیند در شب قدر و برای تمام مؤمنین و عبادت میکردگی و دعا میکردگی و خیر و برکت میخواهند، عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت میخواهند. و روز عرفه پروردگار با همون ذات پاکی لایق یعنی مناسب و لایق به خودش در روز عرفه فرود یعنی حاضر می باشد. حتی با باشندگان عرفه در اون عرفات و با باشندگان اونجا مباهات میکند به ملائکه هایش، به مخلوقان پاک از گناهش. یعنی ملائکه ها میگوید ببینید که بندگان من چی میخواهند و در چی شکل و صورت و چی حالت قرار دارند. یعنی پروردگار حتی که مباهات میکند با بندگانش. برای همین فردا روزی مخصوص است، یعنی روزی عرفه عید روزی خیلی مبارک است، روزی اجابت دعا هست. روزی عرفه حضوری لایق به ذات پروردگار، حضوری پروردگار هست. برای همین فردا رو غنیمت بدونیم، خصوصا این دهه رو غنیمت بدونیم که حالا دهه ذوالحجه یکی از دهه‌های مبارک سال هست. حالا که در اخیرای چند روزی اخیرش هستیم، این روزا رو غنیمت بدونیم با احسان و نیکی و دستگیری و کمک و دعا و درود و صلوات و استغفار و با تمام نیکی های امان، یعنی هر لحظه غنیمت بدونیم و هیچ لحظه ایش رو در غفلت نگذرانیم، به خاطری که شود که این روزا رو ما پسی سر کنیم، چه روز عرفه و چه روز عید قربان، روزی مبارک ترین. یعنی این روزا رو
با نیکی و نکوکاری و دعا و استغفار و پاکشوی از گناه و سعادت یک ساله آینده یعنی به دست بیاریم. حالا چرا پیامبر علیه السلام میگن که یک ساله گذشته رو میامرزد، یک ساله آینده رو میامرزد؟ روزی عرفه، روزی عرفه یا عبادت روزی عرفه یا اینکه نیایش دعای روزی عرفه یا احسان و صدقه و نیکی های روزی عرفه. قبل از همه نیک کردن نیت و پاک کردن قلب یعنی صاف و پاک کردن قلب و عمل های صالح انجام دادن. یک ساله سعادت یک ساله آینده رو بنده مؤمن به دست میارد. بسیاری گمان میکردند یا اینکه خیالی ها داشتند که شب قدر هر چیزی رو به قپیت طلوع میشود. یعنی هیچ مسئله دروغ است. این اصلا یگون اساسی شرعی و واقعی ندارد که هر چیزی رو قپیتتون یعنی طلوع شود. نه، مقصدی از این عبادت ها روزگی پروردگار است. وقتی که بنده مؤمن روزگی پروردگار به دست بیاره دیگه چی نمیرسد به اون؟ وقتی که بنده مؤمن نیکی و نکوکاری و عبادکاری و خیرخواهی و احسان و نیکی و دستگیری یک بیچاره و یتیم و یعنی نیازمند میکند دیگه چی نداره؟ همه چیز رو دارد. چرا که چند قلبی رو خشنود کرد و جای رو عباد کرد، پروردگار تمام عزت و برکت و سعادت رو برای اون میدهد. حالا اگر حسی ندهد معنوی میدهد. یک قلب آرام، پاک، قناعتمند، خاطر جمع، همیشه الحمدلله الحمدلله الحمدلله، خدا رو شکر. کم دارد، زیاد دارد، خشک دارد، تر دارد ندارد. چنون قناعتمند زندگی میکند که میگوید که فکر میکند که تمام دنیا در اختیار همین مؤمن همین مسلمان است. چنین قناعتمند روزی زندگی میکند. این همه قناعتمندی و روزگی و خشنودی و خوشحالی از کجا به وجود میاد؟ از آن همین عبادت ها غنیمت دانستن این روزهای مبارکت. خداوند عزوجل یک قناعتمندی، روزگی، خشنودی، خوشحالی در قلبش به وجود میارد که یعنی کس در حیرت میموند که این همه از کجا. برای همین این روزها رو مبارک بدونیم، این روزها رو غنیمت بدونیم، این روزها رو با نیکی و نکوکاری و احسان و دستگیری و خیر احسان کمک یعنی برای خود با برکت بگردونیم و یک ساله آینده خود رو یعنی چکار کنیم؟ نیک و باورار و با برکت و مبارک و با سعادت بگردونیم. بنده مومن یعنی خود هست که چکار میکند؟ این همه رو یعنی عملی میکند، این همه رو انجام میدهند. برای همین این روز فردا رو غنیمت بدانیم. حالا روز عید یعنی روز جمعه، روز عید سعید قربان هست. یکی از خصوصیاتش بس روز مبارک با برکت هست و روز عید رو یعنی با تازگی و پاکیزگی و سر لباسی یعنی پاک و پاکیزه، اگر نو هم نیست تازه و آزاده، خوشبویی، خانه و در دیگر همه با خوشبویی ها و با تازگی ها و تمامی توانش انسان وقتی که آمادگی میبیند برای این روز مبارک، پروردگار تمام نیت های نیکی اون بنده اش رو عملی میکند و بسته به مناسبت بنده اش است. هر گونه که مناسبت کند بنده، پروردگار با بنده اش چنین مناسبت میکند. یعنی از بنده، از مؤمن یک حرکتی اندکی اگر انجام شود، از پروردگار چند برابر حرکتی زیاده یعنی انجام می شود و عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت را برای اون بنده مؤمن می دهد. برای همین این روزا را غنیمت بدونیم، نیکی ها کنیم، نکوکاری ها کنیم و یکی از خصلت ها خوبی های روزی سعید عید قربان این است که باید پیش از نماز عید یعنی غسل، اگر سلامتی برقرار هست کسی رو ضرر نمیکند، آبازی کردن، شستشوی بدن و هیچ نشد که طهارتی تازه و بسوی از نماز بامداد اگر شروع کنیم یا که از نماز صبح اگر حد امکان امروز رو بر وقت، شبش رو بر وقتتر خواب رود، هر کسی که توان دارد بر وقتتر خواب رود و صبح بر وقت بخیزد، پیش از صبح صادق نیم ساعت یک ساعت یک چند رکعت نماز تهجد بخواند. با مجردی یعنی صبح صادق
یک توبه و استغفار بگوید، چرا که هنگام صبح صادق کسی که استغفار میگوید اون این بنده از استغفار کنندگان نزد پروردگار قبول می شود و پروردگار از گناه پاکش میکند و تمام خیر و برکت و عزت و سعادت دنیا و آخرت براش میدهد. اگر تواند یک چند صفحه از قرآن تو نماز بامداد تلاوت کند که این قرآن الفجر کان مشهودا، که این قرآن شاهدی میدهد و در روزهای تنگی و سختی این قرآن برایت خیر و برکت و سعادت و یعنی عزت میارد. پروردگار به سبب این کلام بزرگش که این قرآن کلام پروردگار هست، ولی یعنی و نمازگاه یا به مسجد برای نماز بامداد که رفت، با مجرد خواندن گذاشتن نماز بامداد، چی در تنهایی چی در جماعت، وقتی که سلام دادید با مجرد سلام دادن الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد تکبیر تشریق میگوید. این تکبیر تشریق مدت 5 روز گفته می شود. این هم به مرد هم به زن، هم در نماز جماعت هم در نماز تنهاگذار، این همه گفته می شود. از واجبات عید قربان هست که باید این تکبیر رو بگوید، چی مرد چی زن. ولی عبادت ها زنها رو یعنی زنها کوتاهی میگن، فکر میکنن که این خاصی مردا است. نه، یعنی خاصی زنها هم هست. وقتی که در خانه نماز رو گذاشت یا هر جایی که نماز رو گذاشت، چی مرد چی زن، برای واجب است که بعد از با مجرد سلام دادن دو طرف که سلام داد الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، یعنی این تکبیرات رو بگوید. یک بار گفتنش واجب است، 3 بار گفتنش سنت. 3 بار بگوید سنت است، اجر و پاداش زیادی میگیرد. و از خصوصیت های نماز عید یعنی پیش از نماز تا آمدن نماز، یعنی در راه تکبیر تشریق رو آهسته آهسته گفته به نماز می آید. ولی که نماز هم خواند، بعد نماز تکبیر تشریق میگوید. یعنی از یکی از خصوصیت های عید قربان و روز سعید یعنی تکبیر تشریق است که هر وقت چی بعد نماز هر وقت دیگر هم که باشد، هر وقت یعنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر و الحمد، این تکبیر رو بگوید. حالا از خصوصیت ها و سنت هایش گفتم که خوشبویی است، لباس تازه در بر کردن است. وقتی که نماز مسجد که آمد، هر مسلمانی با چند نفر دست افشانی کند. پیامبر علیه السلام میگه که برادر مؤمن با برادرش، یعنی مؤمن با برادرش دست میدهد، دست افشانی میکند، دست همدیگر رو یعنی چی فشار میدهد با یک محبت و تبسم میکند که حالا تبسم کردن بر روی برادر مؤمنت برایت صدقه هست، اجر دارد. یا اینکه به آغوش میگیره در روز عید یک چند برادری و نزدیک و فرزندان و اهل و خانواده و زن و شوهر و اینا رو آغوش میگیرید و تبریک میگوید و دست افشانی میکنید. به مانند برگ درخت که در خزان همه میریزد، به مانند همین گناه دو طرف میریزد. فقط به خاطر که چیز اظهار محبت میکند، اظهار دوستی میکند، اظهار برادری میکند، حتی با همسر خود یا که فرزندان خود اظهار محبت میکند، هر دو طرف از گناه پاک میشوند. برای همین یکی از خصوصیت های این عید یا که نماز عید یا در مسجد یعنی بعدی نماز تبریک تهنیت گفتنی این عید که عید شما مبارک، همرسون با برکت، دیگر با کدام جمله، با کدام شیوه که نباشد، با کدام لهجه که نباشد، با کدام زبانی که نباشد، یعنی تبریک گفتنی برادرت و دست افشانی کردن، این از گناه پاک میکند. گذشته از این وقتی که می روید یعنی حتمی زیارت پدر و مادر، پیوندان و نزدیکان، یعنی خاله و عمه و دیگر حالا که دیگر خیلی وسایل زیادی آسان شدگی است که با تلفن هم که باشد یک تماس تبریک میگید، از سلامتی هاشون با خبر میشوید، صحت سلامتی میپرسید، اگر میتوانید یک تحفه حالا خاله عمه خویشاوندان پیوندان وقتی که رفتید دست خالی نروید. از قدیم مردم ما این عرف و عادت رو داشتن که دست خالی نمیروید. پیامبر علیه السلام میگه که تهادوا تحابوا، شما هدیه بدهید به همدیگر تا اینکه محبتی شما زیاد شود، چی به پدر چی به مادر، چی به برادر چی به اپا چی به خواهر، چی به خاله چی به عمه،
چی به عمک چی به تقاب. وقتی که رفتید یک تحفه، اگر نوع چیزم باشد هر چی که باشد، یعنی باید که یک تحفه بدید تا اینکه این یعنی رشته خویشاوندی رو و محبت دوستی رو و خویشاوندی و یعنی رفیقی و دوستی رو مستحکم میکند. برای همین یعنی بسیاری ها به نظر نمیگیرن این خیلی مهم است در معامله چیز خویشاوندی و اکدلدری و اپاخواهری و یعنی پدر و پسری و دیگر این خیلی مهم است. و دیگر از خصلت‌های این روز مبارک قربانی هست. وقتی که نماز عید خواندید، بعد نماز عید قربان حتمی انسان‌هایی که شرایط دارند، انسان‌هایی که ثروتمند هستند، انسان‌هایی که مالشان به نصاب زکات رسیدگی هست، یعنی بر اونها واجب است که قربانی کنند. اگر نکردن چی؟ اگر نکردن یعنی گناهگار، ترک واجب یعنی عاصی می شود، تارک واجب، ترک کننده واجبات یعنی گناهگار می شود و از ثواب بزرگ محروم می شود. خب در نتیجه ناکامی های هم می آید. برای همین هر امکانیت دارنده، هر انسانی که امکانیت دارد مالش به نصاب رسیدگی هست و برای اون واجب است. حالا اونی که مالش به نصاب نرسیده است، حالا یعنی نصاب زکات 36,000 تومان، چی سومی نقد باشد، چی اشیا باشد، چی خوراکه باشد، چی پوشاکه باشد، چی مواد ساختمانی باشد، هر چیزی که باشد، یعنی در این مبلغ اگر اشیا داشته باشد در پس انداز، برای اون واجب است که یک قربانی، یعنی حدی اقل برای یک شخص یک گوسفند یا یک بز یعنی چی هست واجب است که قربانی کند. حالا بز حتمی باید 1 ساله باشد، گوسفندی که 6 ماه هم باشد، فربه چوقی که خب دیگر 1 ساله نمایان شود، از 6 ماه بالا یا 6 ماه بالا هم باشد نمایان به 1 ساله باشد، درست است. برای یک نفر یک گوسفند این قربانی کردن که هر انسانی باید یک بز 1 ساله حدی اقل 1 ساله باشد، 1 ساله بالا باشد و یک گوسفند. یعنی گوسفند گفتم که فقیهان میگن که اگر 6 ماه هم باشد یا 6 ماه هم زیاد باشد، 1 سال هم نباشد، یعنی فربه باشد که 1 سال نمایان شود، درست است که اون را قربانی کنند برای اما گو می شود سن سال قربانی گو تا 2 ساله، از 2 ساله یعنی حدی اقل پایان باید 2 ساله باشد، یعنی گو 2 ساله باشد. و شتر هم 5 ساله باشد حدی اقل، قربانی اون درست می شود. حالا گو و شتر، برای گو و شتر یعنی می شود که 7 نفر یعنی شریک شوند با مصلحت و خریداری کنند و این مبلغ یعنی نرخ این گو رو یا که نرخ این شتر رو 7 نفر تقسیم میکنند و همچنین که 7 نفر برابر باید پرداخت کنند مبلغ اون شتر یا اون گو رو. حالا گوشتش رو هم برابر تقسیم میکنند، اول تقسیم میکنند، بعد حصهش رو اگر که بخشید میبخشد، تمام، یا بگیرد میگیرد، اختیار دارد هر انسانی، هر شریکی در این گو یا در شتر. خب حالا قربانی رو کی میکند؟ گفتم چی مرد چی زن، عاقل باشد، بالغ باشد، سالم باشد، یعنی دیوانه نباشد، بر این واجب می شود که چیکار کند؟ یعنی قربانی کند. حدی اقل گفتم که یک گوسفندی یا که بز 1 ساله یا 1 ساله بالا و گوسفندی که 6 ماه و نمایان 1 ساله هم باشد یا که از 1 ساله بالا و گوی 2 ساله و از این بالا و شتری 5 ساله از این بالا. چی مرد باشد چی زن باشد. مرد و زنی مسلمانی که دارنده باشد به همه واجب می شود. حالا فرض کردیم زن شوهر هر دو ثروتمند هستند و مالی علایدت، ثروتی علایدت، پسندازها علایده هست، هم به شوهر هم به زن واجب می شود که باید قربانی کند. اگر قربانی نکند عاصی می شود، چرا که مال دارد، ثروت دارد، صاحب کاری هست، صاحب کار هست یا که صاحب کار نیست، میراث گرفتگی هست، مبلغ زیادی دارد. حتی در حدودی اگر 85 گرم زر و زیور و اون تلاواری هایی که دارد، چه گوشت‌فروش و چله و دیگر
اگر 85 گرم از این داشته باشد هر سال برگردن اون زن واجب است که باید قربانی کند. اگر نکند عاصی می شود. برگردن اون زن واجب است که از این 85 گرم کیلویی که حالا در بازار معلوم است که چقدر است نرخ اون، خب باید از اون زکات بدهد. از هر 1000 سومونی 25 سومونی باید زکات بدهد. یعنی زن خصوصا در مسئله زر و زیور، گوشوار و چله و دستمانه و دیگر. مردی که ثروتمند هست برای اون هم و برای مرد زن یعنی قربانی واجب است، باید که قربانی کنند. حالا در یک خانه زن شوهر چند فرزندها هم ثروتمند هستند، یعنی در گردش مال علایده گردش دارن، پسندازی علایده دارن. یعنی هر کدام فرزندها فرض کردیم در یک خانه اگر 10 پدر و مادر 8 فرزند باشد، 8 فرزند ثروتمند باشد، هر یک کدام این فرزندها باید در علایدگی، یعنی پسندازی علایده که دارن، هر یک کدام اینا در علایدگی باید قربانی کنند. حالا قربانی کردن این گوشت رو چیکار میکنن؟ سنت یعنی امر مستحب این است که فقیها میگویند که این قربانی کرده اش رو به 3 حصه، اگر یک گوسفند باشد فرض کردیم، لیکن انسانی هستن که چند گاو میکشن، خب دیگه اون میتواند که چندش رو که بخواهد خود ذخیره میکند، میخرد یا استفاده میکند، یا اگر بخواهد همه‌اش رو بنادر و کم بیزاعت، اویلوی کم بیزاعت، یعنی یتیم خانه و معیوبان و به سرپرستان، خانه‌ای که جایایی که به یعنی سالخورده‌های به سرپرست هست و اونو که اونو بیچاره از همه نیازمندترین همونا هستند، یعنی برده در اون کرانسالخانه‌های به سرپرست، در اون جایای یتیمخانه‌ها یا جایایی که یتیما و معیوبا هستند در اونجا برد بدهد، اون بهترین اجر و بزرگترین اجر رو حاصل میکنند. اگر که یک گوسفند هست حالا که دیگر 3 قسمت تقسیم میکند، یک قسمتش رو برای خودش ذخیره میکند، یک قسمتش رو برای خویشاوندان و نزدیکان و پیوندان، چی به طوری ضیافت، چی به طوری که خام یعنی تحفه پاکت میکند، روان میکند، و یک قسمت دیگه اش رو از این 3 حصه یک حصه اش رو به نیازمندا و اویلوی تو بیچاره و بینوا باید که چیکار کنه؟ تقسیم کند. یعنی تمام اون اجر و برکتی روزی عید رو به دست میارد، روزگی پروردگار رو به دست میارد. بینندگان عزیز گرامی، هر انسانی که هر سال زکات مالش رو میدهد، قربانیش رو میکند، هیچ ممکن نیست که اون دست کم ببیند. هیچ ممکن نیست. چرا؟ وقتی این وعده پروردگار است و پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار میگوید بنده من به تو دادم، تو به بندگانی نیازمندم بده، من کفیل نگهبانی تمام ثروت و دارندگی تو خودت و مال اموالت میباشم. در نتیجه میبینید که هر چقدر باز مبلغ یا که مال یا که صاحبکاری ببرار میشود، برکت میشود، پیشروی ها میشود، عزت و سعادت و برکت به دست میآید. باید این روزها رو غنیمت بدانیم، باید که این روزها رو همه بنده مومن باید که غنیمت بداند، باید این فرصت رو از دست ندهد، چون این میگذرد. حالا عید قربانی گذشته از همین پیوندان و نزدیکان و شناسای ما چقدر نفرای بدن که حالا نیستن، خدا رحمتشون کنه. همه این فرصت ها از دست رفت. کسی بود میکند که این فرصت ها رو غنیمت بداند و احسان نیکی زیادی انجام بدهد. حالا قربانی گفتم که با کی واجب میشود. حتی قربانی اگر فرض کردیم خب پدر باشد، خب مادر باشد، قربانی یعنی مال قربانی آماده کرد، یعنی حیات است، یعنی از دنیا گذشت، اون قربانی اون پدر یا اون مادر یا برادر رو به پرگی قربانی از نام همون پروردگار رو، یعنی در قربانی باید که قربانی کننده یا که همون قصاب هم که باشد یا خود انسان هم باشد یا کسی دیگه وز کننده هم باشد، پروردگار این قربانی رو از فلانی اگر گذشتگی باشد، پروردگار رو این قربانی رو از مرحوم اکی فلانی یا برادر فلانی به درگاهت قبول بفرما، بسم الله الله اکبر میگه ذبح میکنند. قبل از قربانی کردن، قبل از مکه یعنی کارت کشیدن، باید بگوید که پروردگار رو این قربانی رو خب از نام خودم باشم، از من فلانی پروردگار رو به درگاهت قبول بفرما، اجر و پاداش عظیمی نصیب روزیم بگردون، بسم الله الله اکبر.
حالا مرحوم پدر یا مادر باشه، پروردگار این قربانی رو از نام مادرم مرحوم فلانی یا مرحومه فلانی به درگاه قبول بفرما، اجر پاداش عظیم نصیب روزیش بگردون. در همین صورت یعنی قبول است، خداوند اجر پاداش رو میرسونه.